میدونستی وقتی عضلاتت میگیره میتونی با 3 تا قنچه گل محمدی تمام این مشکل رو برطرف کنی؟ این 3 تا قنچه محمدی رو اگه اینجوری که بهت میگم استفاده کنی تمام عضلاتت باز میشه، گردش خونت رو میبره بالا. حتما نکاتی که الان دارم میگم رو به عزیزانی که دائما بدنشون میگیره اطلاع رسانی کنید. عزیز من 3 تا قنچه گل محمدی رو پودر کنی، کار میکنی با یه قاشق غذاخوری روغن بادام شیرین ترکیب میکنی. اینا رو که خوب ترکیب کردی روی اون قسمت هایی که گرفتگی داره ماساژ میدی. اون قسمتی که درگیر گرفتگی شده به صورت کامل درمان میشه. فعلا حالاها دوباره درگیر این موضوع نمیشن. فقط کافیه 5 دقیقه با این ترکیبی که گفتم ماساژ بدین. فقط حتما دقت کنین قبلش گرم باشه اون قسمت. دیگه ساده ترین راه درمان گرفتگی بود. حتما انجام بدید آقا جان. یادتون نره ها اگه درمان شدید بگید ما هم یه دعای خیری بکنم.